السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، اکی بابا جان که میبینیم بابا جان 88 یعنی بلاگداری اوام، یعنی الحمدلله که فقط به خاطر الله کمک میکرد، میرفت بلنیس و میرفت هرچی میکرد، یعنی مخرج و مصرف ای جیبه که خودش میکرد. از شما همین خواهش که یعنی کانالش عین حال زبلکیرد که اگه ویدیوش هستن و نمیتونه که در اونجا ویدیو مونه. بسیاری برادرها و اپا و خواهرها زنگ میزنن که یعنی ما را رکلام که نیازمندیم و دیگه و دیگه و دیگه. از همتون خواهش سیلکه کانال از یک کانال دیگه توفا کرده گین برادرها 8000 پادپیشک داره، یعنی اودیتوری مردگی چی نداره، اکتیونستش نیست. کدامید که میتونین به خاطر الله سیلکش در پایین میمونم همین ویدیو را برسونین به دیگران، پدیلیت سکنین شاید که دیگران ببینن و دستگیری کنین در کانالش پادپیسات سکنین، دستگیریش کنین تا اینکه یعنی اودیتوریش بلند شوه و کمک خود را به خاطر الله و به خاطر برادرانی که نیازمند هستند به اونها برسونه. بسیاری برادرایی که در اوریه دست دم دچار شدن، بسیاریش که از آشخانه‌های دستوریکا غلطی دیگن، الحمدلله به قدر استطاعت یعنی به قدر امکان کمک خود را رساندگی و از شما یگون چی نمیره بتونین که پدلیت سکنین یا که پادپیسات سکنین یا که به دیگران برسونین یا که یگون کامنتری خوب بنویسین، یعنی فقط به خاطر الله که کمک میکرد و شما را به خاطر الله یعنی دستگیری کنین که بابا جان همینطونه که بابا جان. بله سلام دوستان عزیز، الحمدلله که شما هستی. مقصد چقدر دستگیری میکنی. خیلی امروزه شب نمیدونم از کدام جانبه نمیدونم، هیچ کدام گناهگار نمیکنیم. کانال ما محکم کردیان تا 21 ینور تا جایی که ما میدونیم 31 ینور درسترش محکم کردگیان. یا برادر دیگه کانال متوفا کرد که برادر ما برای کار خیرید این کانال اینا پیش بر مقصد استفاده بر تو خوارو برادران که مقصد نیازمندن کمک شکنی، مقصد خو نکنه کانال ما ایشالا مقصد با کار میکنه یا مدتی یامبوش میکنه، با هم خاطر یامبوش کردنش در این استفاده میتونه ویدیو را التماس پهن کنه تا که مردم پادپیسات کنن. با ایشالا کار ما دوام بدین، کار خیره در نظر دارم. بله یعنی چیزی که یگون سوال یگون چی داشته باشین، یعنی سیلکای کانال بابا جان اینستاگرام شم بابا جان 88 بنویسین، در اینستاگرام پیدا کردن میتونن، در همون جا یگون نیازمند باشه، یگون سوالی باشه، یگون چیزی که باشه میتونن که همونجا بنویسن. و از همتون خواهش بسیاری در واتساپ مینویسن، روزش تقریبا خطا نکنه 300 تا سابشن میشه، سلام مینویسه و علیکم السلامش جواب میدی، سازی جواب میده الحمدلله. یا چی پرسم همین کارت که چوت که یاسنه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر ما همتری سوال همتری چی داری، من میگم دارو هم چیزا داری برای ما روان کردن در کار با سه پشته یا که کوریا کنچی مثلا همه همچین کارت که چوت که یاسنه بود نویسین. مثلا بعضیاش سوال میکنن که برادر یا سوال دارم تو جواب داده میتونی یا نه، انیق شما دا بگو بعد من سوال ما بتومد، یعنی تو نمیدونی اویا سوال او چیه، سوال او ای گفتی یا با ای جن خونیه یا که ای رقیه یا که ای چی نام داره از داروهای یا که از حجامه هست از چی سوالی نمیدونی یا که از طلاق نگاه چی جهت سوالی نمیدونه قطعی اوش رزبار میکنه که تو جواب داده میتونی نه اعتراض شب بگو سبحان الله. حال سوال نخونده ندیده و دیگهش با اون خاطر دوستان عزیز از همتون خواهش فقط به خاطر الله اگر که بخواین یعنی دستگیری کنین، مجبوری نیست، در کانال که بابا جان پادپیسات کنین و من ویدیو رو با دیگران برسونین. خداوند هر یک کدوم ما شما رو باشه. امیدوار هستم که ان شاء الله صحت و تندرست هستین و دعاگو باشین که هر کسی که بی فرزند است خداوند برای اونها فرزندهای صالح و صالحه را نصیب بگردانه و کسانی که بی زن هستند برای اونها همیشه دعا کنین که خداوند صالح کنین، همیشه دعا کنین که خداوند برای شما زنهای صالحه پاک دامن نصیب گردانه. فی امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.